بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفس یاد خدا، الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین، اوضاع بر وفق مرادتون باشه. خیلی خیلی ممنونم که اینجا هستین و دارین دل میدین به برنامه خودتون یاد خدا. خدا کنه که ما همراهی شما رو تا پایان برنامه داشته باشیم و اینجا به شما خوش بگذره. ان شاء الله محضر نورانی صحیفه شریف سجادی خواهیم بود. این اثر ماندگار و گرانسنگ ششمین معصوم و چهارمین امام و افتخار شیعه زینت عبادت کنندگان امام سجاد علیه السلام، و میخوایم درس ها و عبرت هایی بگیریم از این کتاب شریف که مجموعه ادعیه هست که از ایشان برای ما به جا مانده. در واقع گنجینه ای از معارف انسان ساز هست. متخصص و بلد راه ما هم در این مسیر استاد کفیل هستند، آقای کفیل عزیز و نازنین که ایشان مدیر مرکز تخصصی صحیفه سجادیه هستند. یه فاصله که بگیریم و برگردیم گفتگومون رو در محضرشون تقدیم شما خواهیم کرد. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در مسیر آشنایی بیش از پیش من و شما با آنچه که در کتاب شریف صحیفه شریف سجادیه وجود داره، مفاهیم و آموزه های انسانسازش، متخصص و بلد راهمون حجت الاسلام کفیل هستند، مدیر مرکز تخصصی صحیفه سجادیه. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار، مخلص عزیزانی که همه ما دغدغمون دغدغه رشده، یه دغدغه عمومیه، علاقه عمومی هم هست. نسبت به این علاقه حرکت هم میکنیم. خوش به حال اونایی که دلشون میخواد با خدا رفیق تر بشن، یعنی تمام دغدغه زندگیشون انس با خداست و هرچه پای برنامه ها میان این جلسات رو دنبال میکنن، یک هدف دارن: چه کنیم پیوندمون با حضرت حق بیشتر بشه، چه کنیم یه جورایی بیشتر با خدا مناجات کنیم، چه کنیم یه جورایی بندگی کنیم، چون همه اینا مقدمه بندگیه. خدا کنه از این متنی که انصافاً غالب دعاست، صحیفه زیبایش اینه دعاست. دعا به طور طبیعی پیوند با خالقه. تو کلام امامان معصوم علیهم السلام سخن با ماست. صحیفه وقتی غالب دعا میشه کلن همه چی متفاوت میشه. این خیلی زیباست و انصافاً یک جایگاه ویژه صحیفه است، جایگاه ویژه ادعیه است. حالا چه دعای کمیل، چه دعای عهد، چه بقیه ادعیه، ما این قالب‌های دعایی رو باید خیلی قدردان باشیم و انصافاً با این قالب‌های دعایی باید خیلی ارتباط خوبی برقرار کنیم. فقط نخوانیم. صحیفه و متن ادعیه فقط برای خواندن نیست. صحیفه به تعبیر حضرت آقا کتاب زندگیه. یعنی عملا اگر کسی بخواد زندگی کنه تو هر موضوعی به دعای از دعاهای صحیفه میتونه مراجعه کنه که الان چه باید انجام بدهم. خب این قالب دعا، این پیوند با خالق، ادبیات امامه. یعنی قالب دعا پیوند با خالق، گوینده هم امام معصوم علیه، گوینده هم امام معصوم علیه السلام. چقدر نورانیت پیدا میکنه. یعنی عملا وقتی انسان میخواد بنگره میبینه واقعا یک متنی است که سرآمد همه متونه، سرآمد همه متونه و این خیلی مهمه. صحیفه رو وقتی دقیق بنگریم میبینیم امام سجاد علیه السلام تو زمانی که جامعه فاصله توحیدیش خیلی زیاد شده بود، ما تو زمان امام سجاد بعد از حادثه عاشورا انصافاً جامعه یه فاصله معنوی جدی گرفته بود. خیلی و اصلا شهر مدینه یه شهر لهوی شده بود.
شهر لهویات شده بود. من بخوام وارد فضای مدینه بشم خیلی زمان میبره. به تعبیر دقیق بخوام بگم بدترین تاریخ مدینه زمان امام سجاده. عجب. یعنی در بین تمام امامان ما و حتی زمان نبی خاتم، از زمان نبی خاتم تا امام عسکری، بدترین زمان مدینه زمان امام سجاده. حالا امام عسکری که تقریبا تمام عمر سامرا بودن، اما عملا وضعیت مدینه تو زمان امام سجاد خیلی لهویات، خیلی فساد، اصلا جلسات لهو و لعب خیلی رواج داشت. توی فرمایش اشتباه نکنم از امام سجاد هر دورشون تعداد شیعیان درست درمون به دو سه تا مثل این که رسیده. حالا یه عدد 4 تا داره. 4 تا، آره 4 تا. و آنچه حالا شهره جامعه، ما به مکه و المدینه 20 رجلا یحبونا، یعنی تو مکه و مدینه 20 آدم ما رو دوستمون نمیدارن. جمعاً تو مکه و مدینه 20 نفر. 20 نفر. تازه ما میگن نه که 20 نفر ما رو دوست میدارن، میگن عدد دوستداران ما به 20 نفر نمیرسه. تازه عدد محب. این خودش دیگه بیان کننده وضعیت. تو خود حدیث مفصل بخواه. حالا گاهی جامعه بی تفاوته، اما جامعه مدینه زمان امام سجاد یه جامعه بود که اهل لهو بود، یعنی فساد. یک زن مغنی از مدینه خارج میشد، مردم چقدر بدرقش میکردن، عزا میگرفتن تا به مدینه برگرده. یعنی اصلا مدینه شهر غم بود. یعنی یه زن آوازخوان. یه زن آوازخوان. چی شده الان تو مدینه؟ چه اتفاقی افتاده؟ مثلا فلان ترانه خان از مدینه بیرون رفته، یا وقتی به مدینه برمیگشت مردم بدرقش میکردن چه جمعیتی از دنیا میرفت، مدینه تعطیل میشد. خب ما اینا رو نداشتیم تو تاریخ اسلام. الان هیچ جای دنیا، من توی جلسه میگفتم هیچ جای دنیا یک آوازخوان مثلا یه اتفاقی براش بیفته کل شهر تحت تاثیر قرار نمیگیره. تو زمان امام سجاد مدینه و نبی، زمان امام سجاد سال چنده؟ سال 60 تا 95. یعنی به تعبیری 90 سال یا دقیق تر بگم 80 سال از رحلت نبی خاتم نگذشته. تو شهر پیامبر میشه شهر فساد، میشه شهر لهویات. و این زن آوازخوان از دنیا میره، به طور طبیعی شهر تعطیل میشه و همه یه غمی رخ داده. خب این وضعیت ما بودیم چی کار میکردیم؟ این مدینه با بدترین وضعیت امام تحویل گرفتند، اما مدینه تحویل امام باقر امام صادق دادن سلام الله علیه ما که چند هزار نفر سر کلاس این دو بزرگوار نشستن. این برنامه ریزی امام سجاد. این مدل شیوه مبارزه تغییر کرد، سلاح زمین نموند، نوع سلاح تغییر کرد. تو روایت داریم دعا سلاح المؤمن. بله، یعنی عملا امام با دعا، با مناجات، بجنگ، با موعظه های اخلاقی، امام نفر به نفر. ما داریم گاهی امام سجاد با یک نفر چند روزی چند ساعت صحبت میکرد. به تعبیری شنبه تا 5 شنبه با یک نفر به نفر امام رصد کنند. یا شاگردان امام تو این چند نفری که شما فرمودید، ما افرادی رو که داریم، امام این افراد رو میفرستادن کوفه. میری کوفه، تو ورودی کوفه این جملات رو بیان میکنی، میری میدان اصلی کوفه این جملات رو بیان میکنی، تو کوفه با فلانی صحبت میکنی. ابو حمزه رو میفرستادن مکه، یعنی دقیقاً شاگردانشون همین چند نفر رو شهر به شهر میفرستادن، رصد میکردن، تور میکردن. به تعبیری با این آدم صحبت کنید، این زمینه داره، این قابلیت رشد داره، این قابلیت تغییر داره. این گونه امام حرکت کردن تا فضا تغییر پیدا کرد.
اگه اشتباه نکنم خیلی از مبلغین اسلام و تشیع بعد از امام سجاد از غلامانی بودن که ایشون گرفته بودن، آزاد کرده درست بودن. اینم یه گام جدی امام، تربیت. خیلی خوب اشاره کردید. یکی از گام‌های خوب امام سجاد این بود که اینقدر که امام سجاد به تعبیری برده خریدند و آزاد کردن، ما در تاریخ مشابه نداریم. یعنی امام سجاد در تاریخ امامت، در تاریخ ولایت، ما امام سجاد علیه السلام سالی 2 مرتبه آزاد میکردن، یعنی شیوهشون بود. به تعبیری برده را برای بردگی نمیخریدن، در برده میخره برای رشد دادن، برای هدایت. برده‌ای در خانه امام سجاد خادم خانه امام بود، گفت من هنوز نه سفره‌ای پهن کردم و نه رخت خوابی پهن کردم. یعنی عملا این امامه. پس برای چی اینقدر برده میخرید؟ برای چی اینقدر غلام میخرید، کنیز میخرید؟ میخواید چه کار کنید؟ یک هدف، رشد، تغییر. بعد جالبه، حالا من بیشتر ذهنم بوده وارد صحیفه بشیم. جالبه اینها رو امام یک بار که آزاد میکردن شب قدر بود، اینی که تو ذهنم اساس تاریخی شب قدر، امام روبروی اینها می نشستن، با اینا گفتگو میکردن، میگفتن علی ابن حسین شما رو آزاد میکنه، شما هم او رو حلال کنید و شما به او دعا کنید. امام و عملا خب اینا آزاد میشدن و اینا یه جریانی شدن، جریان موالی، جریانی شد اساس تاریخی که این جریان روز به روز رشد پیدا کرد و بعد تو تاریخ ولایت و امامت حتی تو زمانهای دیگه بسیار مؤثر بود. صحیفه سجادیه دقیقاً دعاهایی است که بر زبان مبارک امام صادر شده. دقیقاً این 2 بزرگوار نگاشتند و امام صادق شاهد بودند. فقط نکته‌ای که هست تعداد دعاها. الان صحیفه‌ای که دست ماست 54 دعا داره، 54 دعا داره. اون صحیفه آگاهی تا 79 دعا هم نقل کردن، یعنی تعداد بیشتری دعا نقل شده. بعضی آمدن مثلا بگن 15 هم جز صحیفه سجادیه بوده، مثلا افتادگی 15 فلان دعا هم جز صحیفه بوده دیگه، نظرشون به بعضی ادعیه دیگه هم جز صحیفه هست. ولی در کل صحیفه اونی که قطعی یقینی صادر شده از امام سجاده و در طول دوران غیبت و بعد از زمان امام سجاد همه پذیرفتن که این همان متن صادر شده از امامه، همین 54 دعا. خب خیلی ممنونم، دست شما در نکنه. ما این بحث مقدماتی و کلیمون بود پیرامون این اثر ماندگار امام 4ممون. بریم و برگردیم، میخوایم شروع کنیم بپردازیم به دعای 14 صحیفه سجادیه. حالا چرا شد احتمالاً میدونین، خب من حالا توضیح هم خدمتتون عرض خواهم کرد. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم ما میخوایم بپردازیم به تبیین دعای 14 صحیفه سجادیه که دعایی است که امام سجاد در مواجهه با ظلم‌ها و ستم‌ها به زبانشون صادر میشه، از زبانشون صادر میشده و دعا میکردن. همونطور که در جریان قرار گرفتید حضرت آقا چندی پیش توصیه کردن، همونجوری که در زمان کرونا و که ویروس منحوس کرونا خیلی منتشر شده بود، ایشان توصیه کردن همه مردممون دعای 7 صحیفه سجادیه رو بخونن برای دفع شر کرونا. حالا هم توصیه فرمودن که مردم مظلوم و بیپناه و در این حال مقتدر غزه و لبنان و کلا جبهه مقاومت از جمله مردم خودمون دعای 14 صحیفه سجادیه رو قرائت کنن و زمزمه بکنن. توصیه دیگری هم داشتن مثل خوندن سوره مبارکه فتح و دعای توسل. این دعای 14 هم یکی از توصیه‌هاشون بوده. به همین مناسبت و بهانه ما خواستیم از استاد کفیل عزیز که برای اون از این دعای 14 صحبت بکنن. از هر جای صلاح می‌دونیم. بسم الله. سلامت باشید. منم دعا رو ترجمه میکنم، یعنی عملاً
قالب دعا همون انس با دعا خیلی خوبه. وقتی دعای سفارش میشه و هر دعای از دعاهای صحیفه به یه موضوعی پرداخته شده، قالب دعاها اینجوریه تقریبا. یعنی ما واقعا اگر مثلا تو بحثای اقتصادی دعای 30 صحیفه یا دعای 29، مثلا برای بیمار دعای 15 بسیار دعای عالیه. یعنی عملا دعا رو بخونه اصلا روحیه میگیره. بیماران بخونن، بیمار یا کسی که عیادت بیمار میره، یا مثلا تو بحث دشمن شناسی، بحث شناخت شیطان دعای 17 وظایف ما نسبت به پدر و مادر دعای 24، چه کنیم بچه‌مون رو خوب تربیت کنیم دعای 25، فرزندش انسان بخواد راهکارهای تربیتی یاد بگیره. یعنی عملا هر دعای صحیفه انصافاً به یه موضوعی پرداخته. فقط چند دعای صحیفه دعاهای طولانیه، چند موضوع پرداخته شده که اونا حالا دعاهای خاصی میشه معمولاً. ولی این دعای 14 هم خیلی طولانی نیست که نه این دعا به طور طبیعی تو این صحیفه که دست من 4 صفحه است. یعنی دعای مختصریه و دعای روانیه و انصافاً مهمم خواندنشه. من اول به بینندگان عزیز بگم لازم فهم دعا نیست. اما یه مشکلی گاهی داریم، ما الان غذایی رو نفهمیم بخوریم لذتش رو میبریم. و خواصش هم به اون میرسه. ویتامینی داره، یعنی داره هرچی. عملا بعضیا خیلی حساس شدن روی این موضوع. مثلا من عاشورا رو نمیفهمم پس نمیخوانم. حتی بعضیا نمازم میگن، بگه من نمیفهمم چی میخونم برای چی بخونم. خب ما مگه مثلا غذایی که نمیفهمیم، من گاهی میگم پای تلویزیون نشستی داری مثلا نهار میخوری، خب بعد از یه مدت میگن بازم بخور، میگی سیر شدم، میگن فهمیدی چی خوردی؟ میگه نه نفهمیدم، ولی خب انرژیشو گذاشت. ما تو ادعیه بله هر چه بهتر بفهمیم انسمون بیشتر میشه، عشقمون بیشتر میشه، لذتمون بیشتر میشه. ولی این سبب نشه که اگر نفهمیدیم فاصله بگیریم و احساس کنیم که برکات این دعا شامل حال ما نخواهد شد. امام علیه السلام دعا رو و کان من دعای علیه السلام اذا اعتدی علی، هنگامی که اعتدا به معنای ظلمه، هنگامی که ظلم میشد بر امام، او را من از ظالمین ما لا یحب، از ظالمین چیزی رو امام میدید که دوست میداشت. یعنی عملا نتیجهش یک کلمه است، موقع ظلم امام این دعا رو میخواندن. خب ببینید یه راهکار امام دارن میدن. راهکار اینه که تو ظلم باید به سمت کی بریم؟ اول همان گونه که با ظالم وظیفه داریم مقابله کنیم، یه رسالته، ولی از خدا غافل نشیم. یعنی شروع حرکت، گام اول حرکت، اصل پیوند خداست. ما بعض وقتا تصور میکنیم ما دیگه تمام موضوع به دست خودمون باید حل بشه. در بیماری گام اول سراغ خدا رفتنه. انسان بیمار میشه خدا یادش نره، این وسط از خدا کمک بگیره، از خدا کمک بگیره. تو بدهکاری از خدا کمک بگیره، تلاش بکنه، دنبال بکنه، راهکارهایی که باید حل کنه. اما خدا الان یک کسی به من ظلم کرده، این وسط خدا چی کار است؟ یک کسی به من حمله کرده، میخواد با من مبارزه کنه، بجنگه. خب درسته که من باید به لحاظ نظامی خودم رو تجهیز کنم، درسته که به لحاظ اقتصادی، علمی، نمیدونم سیاسی، اجتماعی باید خودم رو غنی کنم. اما یادم باشه که سلاح دعا هم یک سلاح تأثیرگذار. اصلا دعا عامل حرکت. آره. دعا عامل تلاشه. دعا مقدمه عزلت نیست، دعا مقدمه بی‌تفاوتی نیست. ما گاهی بعضی وقتا گاهی افراد تصورشون اینه که دیگه کسی که دعا میکنه و کاری نداره، این فلان فقط دعا میکنه. نه، این فقط قبول نداریم.
ایده بهش روحیه میده، بهش انرژی میده، بهش توان میده، بهش قابلیت میده. دعاست. بله. و از ما هم خواستند. خداوند متعال به ما میگه تو همه موضوعات بیاید به سوی خودم، ادعونی، منو بخوانید، منم استجب لکم. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع. چی بگه خدا دیگه؟ وقتی میگه ادعونی استجب، وقتی میگه اجیبو، جواب میدم، دیگه خدا با همه وجود. وقتی خداوند متعال میگه قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، اصلا اگه دعا نمی‌کردید به شما نگاه نمی‌کردم. نگاه نمی‌کرده. خب وقتی وضعیت اینجوریه، خب چرا ما از خدا غافل؟ آره به خدا واقعا. یعنی در تمام موضوعات خدا خدا خدا. میدونین شاید خیلی هنوز به اون شناخت کامل و وافی به نسبت به دعا و عمق دعا و مغز دعا که یادم افتاد مخ العباده است. مخال عبادت. آره. اصلا اون طرفیش ان الذین یستکبرون عن عبادتی، قرآن میگه این عبادت رو، روایات ما میگه دعا. کسی که اهل دعا نباشد خدا میگه من داخل جهنمش میکنم. بله. خب خیلی ممنون. من فکر می‌کنم این تلنگرها لازم بود و این مباحث کلی راجع به صحیفه سجادیه و تاثیرگذاری دعا و لزوم خوندن دعا و مسئلت کردن از خدای بزرگ، به نظرم دیگه تمام و کمال این دعای 14 تبیینش موند برای انشاءالله هفته آینده. ورود میکنیم به فرازهای دعای 14 صحیفه شریف سجادی. عوامی ندارین؟ سلامت. مخلص شما هستیم. زنده باشید. همچنین شما. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت. اللهم عجل ولیک الفرج. یا حق. خداحافظ.